هموطنان گرامی سلام علیکم. این جوانی را که شما در تصویر میبینید نام عزیز سخیه. دو ماموشه که از سر ساختمان پرید پایین. وضعیت خیلی خرابه. 2 ماه است که در حالت کما رفته و خانواده از این خواهش کرده که یک ویدیو از این بگیر در صفحه های مجازی پست کوتاهی که وطندارمون کمک کنه. پدر مادر از این دار ندار خود روی از این فرزند خود خرج کرده و متاسفانه تانوس خوب نشده. وضعیت خیلی وخیمه و واقعا شدیداً به کمک شما هموطنان گرامی نیاز داره و کسایی که خیرین و تجارین و همیشه کمک کردید. مردم از شما خواهش می‌کنم که این جوان هم کمک کنید تا ای که زودتر از شفاخانه بیرون شه و شفا پیدا کنه. واقعا سخت به کمک شما نیاز داره و شفاخانه های ایران هم شما وضعیتش را خبر دارید و فعلا اینا پیسه‌اش هم پول هم از اینا تمام شده. شفاخانه اینا را چند روز مهلت داده که زود باید پول جور کنید وگرنه که میندازه شفاخانه بیرون. دیگه موفق سلامت باشید. اینی شماره واتساپ شی، اینی هم تماس بگیرید، زنگ بزنید، خود شما احوالش را بگیرید، بعد از او کمک کنید. موفق باشید.